میگم یک گپی به شما دارم پدر جان، مثل مرغ پریشان و منالان، دوای دردمه به پیش شمانه، ای آسایش و گرمی خانه. زبان بزی نکن باز کار تو گیره، چوب خط و پر شده از یک لک پیره. نه آقا جان من هیچ پولی نمایم، مثال چاکر من در اعماق چایم. شوا از خنکی خوابی ندارم، تا صبح بیدارم و تابی ندارم. خب کمپر دود تا بنداز باله خوب، یاد گیر از بچه خاله خوب. میگم مزن مایم 100 گپ به یک گپ، جانم برسید آخر بم لب. همه دماد شدن اومه بموندم، همه دماد شدن اومه بموندم. قومار برف فلواخ و بشوندم. امین نسرو چیه یک در مقدی، برای استودن یک زن جدی. اونا همگی کاربار دارن، چند تا دکون به تا بازار دارن. باید کمی بکن حرکت که خدا جان بده به تو برکت. والله دیگه به من حرکت نمونده، دلم خونه به من طاقت نمونده. حالا بگو آقا جان دختر مخترم خوش بکردی، ولی آقا جان امی دخترم سایه دست چک کردی. این گپ پر نزن اصلا که نمیشه، این وصلت مثل سنگ خودی شیشه. پیار از مثل غلول تروشه، خودی هیچ کس و هیچ چیز نمیجوشه. مادر یا مثل زهر ماره، و کلاغا رو آسمونم بکار. اولاد دیگه از این زندگی سیرم، بکنم و پیار از اون بگیرم. دختره مقبول و ریزه میزه، از بر دهن یک کش گل میریزه. بیاییم و بکنیم میربونی، بریم خودی نانه به خسرونی. اگرچه دلم رزی نمیشه، با احساس تو هم بازی نمیشه. با ای که از پیار و دلگیرم، ولی دختری رو برای تو میگیرم.